مرگ پایان زندگی نیست. مرگ آغاز حیاتی دیگر است، حیاتی که دیگر با فنا و مرگ در آمیخته نیست، حیاتی بی مرگ و مطلق. زندگی این عالم در میان دو عدم معنا میگیرد. عالم پس از مرگ همان عالم پیش از تولد است و انسان در میان این دو عدم فرصت زیستن دارد. زندگی دنیا با مرگ در آمیخته است، روشنایی هایش با تاریکی، شادی هایش با رنج، خنده هایش با گریه، پیروزی هایش با شکست، زیبایی هایش با زشتی، جوانیش با پیری و بالاخره وجودش با عدم. حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریدند. خلقتم للبقاء لا للفنا واسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم. دعوت مرگ را به گوش بگیرید پیش از آن که مرگ شما را فرا خواند. و همه این سخنان از سر مرگ آگاهی است و راستش لذت زندگی مرگ آگاهانه را جز اولیاء خدا کس نمی‌داند. این لذتی نیست که به هر کس عطا کنند. تنگ نظری است اگر به مقتضای تفکر رایج به این سخنان پشت کنیم و بگوییم تا کجا از مرگ میگویید، کمی هم در وصف زندگی بسراییم. دل بستن در دنیا دل بستره در فراست و مرگ بر ما سایه افکنده است. این علی است که چنین می‌فرماید: همون که راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین می‌شناسد. سخنان او سروده‌های شاد و مفرح در وصف زندگی است، آن زندگی که با زهر فنا و مرگ در نیامیخته است. منتها غفلت زدگان بیشتر میپسندند که با غفلت از مرگ به سراب شادی‌های آمیخته با غصه دلخوش کنند. بگذار چنین باشد. اما اگر اولیاء خدا در جستجوی فناء فی الله هستند، بقاء حقیقی را طلب کردند، بودنی را که از دسترس مرگ و فنا و رنج و غصه و شکست دور باشد. به سخن علی علیه السلام گوش بسپارید. دلهاتان را از دنیا بیرون کنید پیش از آن که بدنهاتان را از آن بیرون برند. کسی از که شروع شد، چجوری شد با آرامش رسیدی، ولی هرچی که بوده شک نداری اونو تو چشم روحانا